زباله احکام. وارد میشویم به آخرین فتوای عظما با پای چپ. بله. بسم الشیطان الرجیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیار خرسند و خداوند را شاکریم که توفیق نصیب شد خدمت شما رسیدیم با برنامه زباله احکام، برنامه‌ای که سالها خدمتگزار شما بوده است برای بیان احکام شرعی و پاسخ به سوالات شرعی شما. بله، بیننده نامه فرستادن، نشانی هم ندارد. بله، چرا اینجا هست. بله، خجسته خانم از بیت عظما. بله، سوال کردن. بله، آیا گوشت عقیقه را کاملا باید به فقرا داده شود؟ و معروف است که باید بپزند حتما و آبگوشت کنند به دیگران بدن. اولا به فقرا لازم نیست، مگه آخوندان مردن؟ ماشاءالله گردن دارن ای هوا، معده هم خب چاه ویله، به مثلث برمودا گفته زکی. لازم هم نیست حتما آبگوشت بشود، همان گوشتش هم میتونی تقسیم کن. ولی بعضی از فقها فرمودن بهترین است که پخته بشود، اما نپخته هم تقسیم کنید مانعی ندارد. آدرس منزل ما هم که بله داری. یه سوال دیگه بخونم بعد سوال بشنویم. بله، نوشتن که در محل ما اینگونه معروف شده است که اسم سیدل بر روی بچه بگذاریم سنگین است و مصیبت میبیند. آیا این مطلب صحیح است؟ حالا سیدل 1000 مصیبت و بدبختی کشیده، مصائب بسیاری رو تحمل کرده. حالا این معناش این نیست که هر کسی هم اسمش سیدل بود همین بلاها سرش میاد، همین مصائب رو میبینه. گرچه حالا بلا به اون معنا به معنا امتحان است ها. نه، این تصور درستی نیست، این افکار صحیح نیست. البته خود این اسم سیدل هم خیلی مالی نیست. به قول برخی از بزرگان خودش اند بدبختیه و از او بدبختتر کسیه که بخواد این اسم رو بچهش بذاره و فکر آیندهش هم بکنید خوبه. خب بشنویم سوال یکی از بینندگان رو. حاج آقا، ما تو تیم مسافرتی شیخ فریدون به نیویورک بودیم. آقا یعنی همون مقام عظما یه فتوا کردن لای قبای حاج آقا روحانی که قربونش برم اتمی و بمب اتمی حرومه. گفتن رفتی اونجا اینو بنداز وسط تا هر کی خر شد بتونیم پالونش کنیم و خر این سانتریفوژا رو از پل رد کنیم. حکم این مدل دروغ گفتن چیه؟ نگاه کنید، حرام الهی حرام است. رشوه دادن حرامه، رشوه گرفتن حرامه، ربا گرفتن حرام است، خدمت دروغ گفتن حرام است، غیبت کردن حرام است. اما از اونجایی که نظام در بنبست افتاده گاهی یک تبصره های قانون داره به ناچار. همون که امام راحل بهش میگفت چی؟ بله، تکلیف مستر. خودش هم یه عمر دروغ گفت که البته اینا کمترینش بود. بله، این که گفتن دروغ برای آشتی دادن اصطلاحاً میگن دروغ مصلحتی. دروغ نگفتن خیلی مصلحت دارد. باید اون چی که شخص میخواد براش دروغ بگوید یک مصلحت اهمی، یعنی مهمتر از این داشته باشه، که اصطلاحاً میگن دروغ مصلحتی. مثلا شما ببینید الان ما چشم به هم بزنیم جوانا و ملت میریزن، ممکنه فک ما صاف بشود، فتنه به پا بشود. حالا یه دروغی میگه جلوی اینو میگیرد. بله، این گونه موارد واقعا باید مصلحت اهم در کار باشد. این یک. نکته دوم که خیلی مهم است، راه هم منحصر به این باشد، یعنی اگر میشه با دروغ نگفتن، با توریه یا طرق دیگر یا نصیحت، یا افرادی رو ببینیم برن با اینا صحبت کنن، یا نامه بفرستیم بدون که دروغ بگیم، همون گام اول نمیشه دروغ گفت. اول باید سایت ها حسابی ببری زیر زمین، خاکش عوض کنی، سانتریفیوژش جابجا کنی، کت با عبا و عبا با کت عوض کنی. خلاصه وقتی همه ای کارا کردی و باز خفتت گیر افتاد و جامزه رو توی یک قدمی حلقت مشاهده کردی و دیدی بله ای تو بمیری از اوناش نیست و هیچ راه چاره‌ای وجود ندارد برای برون رفت از این اضطرار و ناچاری، اون موقع فرمودن اشکالی ندارد. بله. خب سوال بعدی رو هم بشنویم.
فرصت نداری؟ خب ظاهرا میگن وقت تمام شده است، که انه عمر نظام، که اونم رو به پایان و زهر داره بله کار خودشه میکنه.